دوستای عزیز، مراجع عزیزمون اومدن برای ریمووشون 2 سال پیش جای دیگه ریموو انجام دادن. من چند تا نکته رو به ایشون گفتم خالی از لطف نیست که شما هم در جریان قرار بگیرید. نمیدونم توی تصویر مشخص هست یا نه، یه فرو رفتگی تو این قسمت ما داریم و یه برجستگی تو این ناحیه، همینطور یه برجستگی هم تو این ناحیه که حالا تو تصویر خیلی خوب مشخص نیست ولی دست میزنی کاملا ملموسه. و موضوع بعدی که با ریموو قبلی برای ابرویشون اتفاق افتاده، حالا جدا از فرو رفتگی هایی که تو این ناحیه هم هست، تیکه 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 فرو رفتگی دارن، اینجا هم شاید مشخص باشه، رنگدانه پوست خودشون رو از دست دادن. این رنگدانه از دست دادنه یعنی چی؟ یعنی اینکه این پوست اگه همین رنگ آمد توش در بیاد دیگه نه شبیه اینجاست و نه شبیه اینجاست، مثل جای بخیه، جای زخم خالی از رنگ خواهد بود. این میتونه یا تتوهای پشت سر همین که مثلا انجام میشه که عمیق هم انجام میشه و همون خودش آسیبه و دیده نمیشه تا زمانی که رنگ روش هست. من گفتم اینو یه توضیح بدم، خیلی ها ممکنه که این داستان رو داشته باشید یا بهش بر بخورید. واقعا نکته قابل تأملیه، کارش هم نمیشه کرد. اینکه پیگمنت اصلی پوست از بین میره واقعا با تکنیک نادرست، با انتخاب ریموور نادرست یا با انجام کارهای قبلی رو هم مخصوصا کارهای قدیمی تر که مثلا قابسایه و اینطوریا بود، یا هاشورایی بسیار هاشورایی با دستگاهی که خیلی عمیق و بد بود و خلاصه اینا همش تاثیرگذاره برای اینکه رنگدانه یا همون پیگمنت پوست از بین بره. چاره‌ای هم نیست. ولی الان که ایشون ریموو کنن، ما با کار بعدی که بعد از ریمووشون انجام بدیم قاعدتا میتونیم که براشون کاور کنیم. مترول هم راستی میخورم برای